رستوران های لوکس و لاکچری شهر کابل دیگه به حساب میره که ما خودال نرفتیم. اون خوب یک فضاگاه که باز داره دوستان عزیزم بالایش که براتون معلوم شوه. شما رفتین دوستان عزیز سالم؟ اگر رفتین بگوین که چطور است، غذایش چطور است، محیطش چطور است. دیگه از این رستوران ها دوستان عزیز زیاد شده. از وقتی که رستوران ضیافت شنوری هم جور میکنن که مشتریایشون زیاد شده. رئیس خان شنوری. و البته دوستان عزیز قابل ذکر همچنان است که اینا یا گوسفندار خودشان کشتار میکنن یا که در کوچه قصابی در شهر نو چی دارن، قصاب خانه دارن خودشان اوجا حلال میکنن و پاک کاری میکنن و باز میارن اینجا دیگه با فروش. ناحیه دهم طرف هم رستوران ها دیگه دوستان عزیز اونا کارشان جریان داره. ببینید اینا شورما است مثلا، اون بیادر ما دیگه اون سلام داره میبه شورما میخوری چی میخوری، برگر نانای برگر دیگه تقریبا دوستان عزیز تو تمی. سلام و درود نثار تک تک شما عزیزان، ان شاء الله که خوب صحتمند باشین دوستان نهایت گرامی. ما امروز آمدیم دوباره به شهر نو شهر کابل و در کوچه جاده ملک فهد هستیم دیگه. کوچه اولش یا دیگه برش کوچه کباب فروشی ها میگن، چرا دیگه کوچه کباب فروشی ها زیاد است. این رستوران دوستان عزیز تازه به فعالیت آغاز کرده، بیخی تازه، به نام کابورا که بسیار مشهور هم شد و یکی از رستوران های لوکس و لاکچری شهر کابل دیگه به حساب میره که ما خودال نرفتیم. اون خوب یک فضاگاه که باز داره دوستان عزیزم بالایش که براتون معلوم شوه. شما رفتین دوستان عزیز سالم؟ اگر رفتین بگوین که چطور است، غذایش چطور است، محیطش چطور است. دیگه از این رستوران ها دوستان عزیز زیاد شده. از وقتی که رستوران ضیافت رستوران خود جور کرد دیگه از این رستوران ها کم کم زیاد شد. مثل از این میتونیم رستوران الحیات نام ببریم که در لیسه مریم خیرخانه کابل در مرکز تجارتی طلا موقعیت داره. و هم خوب یک رستوران است به می سبک، اما این ساختمان دیگه باز دوستان از این کوچه رو بیخی وضعیت چه خراب کرده، هیچ خوبش معلوم نمیشه. ببینین کونه و کتل داره. خوب دوستان از این طرف که بیم دیگه این کوچه رو کوچه شنوری هم میگن، همون کوچه کبابپزی و شنوری پیشتر که گفتم براتون، چون که دوستان عزیز در کوچه بسیار زیاد شنوری پزی هستن و این شنوری پزی هم دوستان عزیز بسیار مشهور هستن، همون تو بسیار محبوب و بسیار مزه‌دار جور میکنن. شنوری دوستان عزیز دیگه قیمت است 1 کیلو گوشت دیگه تقریبا 400-500 افغانی است. گوسفند و گوساله فرق میکنه، مرغ دیگه باز پخته کردن جدا میگیرن. اینا دیر پختون شنوری. خوب شنوری یک از دوستان عزیز کباب هم دارن. رئیس خان شنوری. خوب شنوری های دوستان عزیز چی هستن براتون بگویم، مشهور هستن و همون تو دوستان عزیز خوب چی هم دارن، مشتری هم دارن و همون تو مزه‌دار شنوری هم جور میکنن که مشتری هایشان زیاد شده. رئیس خان شنوری. و البته دوستان عزیز قابل ذکر همچنان است که اینا یا گوسفندار خودشان کشتار میکنن یا که در کوچه قصابی در شهر نو چی دارن، قصاب خانه دارن خودشان اوجا حلال میکنن و پاک کاری میکنن و باز میارن اینجا دیگه با فروش میرسانن. دیگه اینجا من دوستان عزیز خیبر شنوری رستوران است. شنوری دیگه دوستان عزیز در این کوچه قسم گفتم زیاد است، بیشتر هم چند تا شنوری دیگه است. دوستان عزیز قبلا ها این طرف که میبینین پارک شهر نو است. پارک شهر نو دوستان عزیز باز بود، اما ایره پنجره گرفتن، باز از پنجرهش با سرش آهن چادر گرفتن دیگه. نمیفهمم که به خاطر چی، اما دیگه از بیرون پارک قابل دید نیست و کاملا بسته شده. این طرف هم دوستان عزیز دیگه شنوری است، ترسکون شنوری حاجی مبارز دیگه. او طرفش هم حیدرسا شنوری نمکین رستوران که اون دیگه کباب نمیکنند، شنوری شاید در حال پخته کردن باشد. خوب دوستان عزیز دیگه تو سلو و پیش میریم به طرف چهارراهی حاجی یعقوب شهر کابل. این ساختمان ها و بلند منزل ها رو ببینید دوستان عزیز که در حال آباد شدن است و چقدر زیبا و چقدر نمود شهر کابل کشیدن دیگه. واقعا دوستان عزیز هر چقدر کابل آباد شوه همون قدر به زیباییش افزوده میشه و همون قدر شهر مدرن و زیبا معلوم میشه. دوستان عزیز در رو بغل ببینید یک عکس چاپ کردین بسیار بزرگ. یک دوست است از المدینه شنوری رستوران نمبر 1، اون گوسفند دستش از در حال توته کردن نمینه بشون از اونجا که تیر میشیم بالای گراچ سیاه
واقعا جالب بود تیکس. اینم دوستان از اون گوسفندا 3 دانه کشال است دیگه که بیاین گوشت تازه بگیرن و ببرن. طرف دوستان از موتورسیکل سازی است، قسمی که دیروز در ویدیو دیدین روز قبل نشر شد که از جاده مولا مشکالم رفتیم دیدن داشتیم. این دیجام چند دانه است، اما اصل دیگه در فروش های موتورسیکل او طرفتر هستن. دیگه ساختمان رو ببینید دوستان چقدر یک ساختمان بزرگ است، چقدر یک ساختمان زیبا هست واقعا که معلوم میشه که جور شوه از ساختمان های مدرن خود بود و به زیبای شهر نو افزود میکنه دیگه. این دوستان عزیز گراج فکر کنم مربوط از امو شوه، شاید یا کرایه گرفته باشه که مواد ساختمانی خود بریزه، چون دیگه یک کوچه ها خورد است و رفت آمد زیاد است، نمیشه که مواد ساختمانی در روی سرک بریزه. بازو هم تو یک ساختمان بزرگ معمولا دیگه راه را مسدود میکنه یا بند میکنه. فضا رو ببینید دوستان عزیز، چه فضا است. نایاب شینواری دوستان عزیز، تا شاید زیادترتان شینواری نوش جان کرده باشین و شاید بعضا باشن که نخورده باشن. آیا دوستان عزیز سوال شینواری نوش جان کردین و اگر کردین بهترین شینواری و مزه‌دارترینش در کجا بوده که نوش جان کردین و خوشتان آمده؟ حتما در بخش کامنت ها برای ما بنویسین دوستان عزیز که دیگه دوستان هم ببینن و کسایی که شینواری خوردن میرن بفهمن که شینواری کجا خوبش است و از کجا باید بگیرن. برج باران هم دوستان عزیز در روبرو میبینین، برج باران 7 نوشته هست دیگه. من خود حالا هم یکش نمیفهمم که دیگه برجش کجا هست، اما واقعا یک برج زیبا هست. و هم برج نیست دیگه، یک آپارتمان است اما این بسیار بزرگ است. این نمیتونن یک برج بگوین دوستان عزیز، ببینین بسیار بزرگ است، حتی کامera نمیتونه که همون آخرش بگیره. نه برج باران دوستان عزیز در بخش میبینین و این طرف هم دوستان عزیز کندوز کباب هست، شعبه اول که مربوط ناحیه دوم میشه دیگه. این بخش دوستان عزیز او طرفتر مربوط ناحیه چهارم هم میشه دوستان عزیز، طرف کلولا پشته او طرفا دیگه. این طرف باز مربوط ناحیه دهم. طرف هم رستوران ها دیگه دوستان عزیز اونا کارشان جریان داره. ببینید این شورما است مثلا، اون بیادر ما دیگه اون سلام داره میبه شورما میخوره چی میخوره، برگر نانای برگر دیگه تقریبا دوستان عزیز تو تمی کرد. این دیگه شهر نو دوستان عزیز سرک حاجی یعقوبش است که همونطور در تصویر میبینین. و روبروی ما دوستان عزیز کابل بزنس سنتر است که دفاتر زیادتر هست، زیادتر دیگه تقریبا کلا دفاتر از دوستان عزیز. خانه مسکونی در این بخشا نمی باشه. باشی موتر دوستان عزیز درش هم دروازه‌اش باز شد، کالا جوی نفتیم. اینی هم دوستان عزیز نمیدر کوچه سنگی میری. اینی هم چهار راهی حاجی یعقوب دوستان عزیز که سرک روبرویش دیگه هم به طرف کلولا پشته میره، هم به طرف تیمانی سابقه و هم به طرف قلعه فتح الله شهر کابل. دیگه سرک دوباره دوستان عزیز به طرف انصاری میره، ما به طرف انصاری میریم. طرف خوب ساختمان ها آباد شده دوستان عزیز که در حال آبادی هم هست چندانش. اون قسمت که میبینین ویدیوش نشر شده دوستان عزیز از اون بخش از چهار راهی حاجی یعقوب. اگر ندیدین برین در این پلیلیست شهر کابل، در این بخش دوستان عزیز کل ویدیوهای شهر نو وجود داره، تک تک بخشاش دیگه. اونو هم دوستان عزیز برج شهر نو است که واقعا اون رو آدم باید برج بگویه، هیبت یک برج داره دیگه. در تصویر میبینینش، در بالایش خوب یک منارک داره دوستان عزیز، اما داخل کوچه از دنوش سرک نیست و واقعا یک ساختمان بزرگ مسکونی هست دیگه. باز اون مسکونی هست دوستان عزیز، مردم زندگی میکنن، دفاتر هم از مسکونی هم هست دیگه. چیزی نمیمونه دوستان عزیز، سرک بارها دیدین. انشالله که از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روز و روزگار خوب و خوش داشته باشین، در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون.